سلام دادش. سلام. کجا بودی؟ خانه مادرم رفته بودم. برای خوردن گوشت تیار نکردی؟ تازه. Это по мне. В пещере Круцев мы не боимся махать кулаками. Да, держать, милый. Зато в берлоге Борсов мы предпочитаем ранить слово. Рапослов звонил. Он требует назад свой зад. Возьми слова назад. Иначе что? Иначе я скажу про тебя что-то обидное, что может оказаться... Вроде мамаша Крутца страшная, как кабаржаба. Ах так! Кстати, тебе звонил шматок грязи. Я не из этих, но получи!
سلام. باز خونی مادرم. ها چی بود؟ یکون چیز تیار کن خوره مخی. از گرسنگی مردم. اینها را من به تو بیام. باید تو خودت به گفتن من تیار کنی. حاضر. بلا زنن همین زندگی را. وقتای اخیر با خونه مادرت زود میرفتگی شدی. تنجی است؟ مادرم بیمار است چی کنم؟ در 5 سال زندگیمو وقتای اخیر رفتارای عجیب داری. با فکر من تو رفتار عجیبی داری. چند سال شدنی توی ما رو با من نگو، من خودم نغز میدونم که چند سال شده است. پیش از خوراک رو تیار کردن زهر تنه هم کردی. بابا جان یکون چی خوردنی هست؟ خودم نمیشوم. با دکانم جنجال شدی چی؟ من دور شوخی ندارم. بیا یافت میشود. ما علش می آیم. خیر. سلام علیکم اکا. سلام علیکم. میگه برادر. اکا از همون گل های گونن دید؟ همین گالانتیکا ایسا؟ بله. مرحبا برادر. چند پول میشه اکا؟ 20 سومونی. بله. خوش آمدید برادر. رحمان اکا.
خدایا یگان زن مرا هم مثل همین دوست نداشته باشد. در نیمه راه زندگی موندم. یک طرف معشوقم، طرف دیگر باشد همسرم. چی کنم؟ سلام دوستان. سلام سلام. چخیر؟ کارهایت خوب؟ ناز رحمان. در کجایی؟ باید نزد دویم. من بله بیرو من در جای کار. خوب مایلش. مایلش بیرو. خوب. بیا سلام علیکم. ای سلام بیا اکا یوسف چخیر شد؟ خیلی خوب خوب نبض رحمت اکا کنی گذار خدا شد کنی گذاشیم خونه هم اساس فرزند میشم اکا یوسف بله با یک مسئله نزد شما آمدم. خب کنی گذار چی مشکلی داری؟ اکا یک معشوقه دارم. میخوام که معشوقم رو بسنجم که در حقیقت مرا دوست می‌دارد یا اینکه نه. بو معشوقه داری غیر همسرم؟ بله دارم اکا. دارم اما میخوام که بسنجم که در حقیقت مرا دوست می‌دارد یا اینکه نه. با من یگان کمک رسوندن میتوانید اکا. بیماری زیاد نمیخواد بیماری رو بار اول میبینم. خب یا فکر میکنیم؟ اکا جان التماس بسیار در حالت وزین قرار دارم. یه باشه یک کار میکنیم. تلفن رو بگی؟ تلفنم رو؟ تلفن رقم هایش رو گیر. رقم های معشوقم رو؟ معشوقه داره. سلام. الو احسان کجا شدی یک ساعت شد خوراک خنک شد لطفاً آرام باشه. من دکتر شعبه جراحی از استقلال. این کس دست صدمه دچار شده است و هر دو پایش را از دست داده است. در تلفنش رقم وارداتی اخیرون رقم از شما بود. شما میتوانید که به بیمارخانه آمده بیمار را معاینه نمایید. ببخشید ما تنها شناسیم من نمیتوانم اما در تلفنش ببینید رقم های زنش هست با او زنگ زنید. لطفا رقم های مرا از اونجا پاک کنید. تو نمیدانی من تو رو چقدر دوست میدارم. حتی دنیا رو به تو تصور کردن نمیتوانم. تو زیر نشدم نشن یا کاری که سر کرده با انجام رسونی. یعنی چه؟ بیا یک باره به همسرت نیز زنگ زنیم از اون میپرسیم. به همسرم طول یک هفته می شود که در خونه قریب هر روز جمع. یعنی بینمون اونقدر سوز نیست، مناسبت همون سوز نیست و انیق نمی آید. چی فکر میکنی که
دلش سوخته دویده میآید. نه جورا، این خیلی نیست. همسر از معشوقه فرق میکنه. اگر هر کاری که نکنه همسر یگانه در قلب شخص این تو هستی. این اویله هست. یک سنجیده میبینیم. هر چی که خوی در همونجا بینید رقم خونه هست. دو روز پیش تماس گرفته است. الو؟ سلام янга. این من یوسف سر دکتر. سلام اوکی دختر. янга یک چیز رو با شما باید فهمونم، فقط آرام باشید لطفا. با احسان یکم چی شده است؟ بله با احسان و متاسفانه به صدمه دچار شده است و در حالت کم است. من حاضر میایم اوکی جان. حاضر. خودش میگید. با فکرم که نمیآید. دوستان صبر میکنیم میبینیم. وقت هم اشار نشان میده. لیکن من باور دارم که نمیآید. میبینیم. янга اومد. در جایت خوب کن. خود ما янга رو پیشواز میگیرم. اومد. باید پوشنده باز کن. خوب. احسان جان. احسان جان. عزیزکم به خود آی. جانم شوی. مرا ببخش که تو رو ناراحت کردم. مرا ببخش که به تو دروغ گفتم که به خانه مادرم رفتم. احسان جان. هفته گذشته زنی به من زنگ زد. به من گفت که شوهرت با من رابطه دارد. برای همین من خیلی ناراحت شدم و به جایهای خاطره داشتم گشت و گذار میکردم برای آرامش دلم. احسان جان به خود آی عزیزکم. عزیزم تو من رو ببخش. من محبت‌های تو رو قدر نکرده دنبال هر کس و نوکس رفتم. تو همه رو ببخش. خوب جوری بود.